پاریس، تیمی که چند سال تو اوج اروپا در حال سلطنت و حالا که همه دارن ویدیو نجات میسازن، وقتشه که ما یه ایده جدید بدیم و پاریس رو پر از بنجل کنیم تا ببینیم چه عملکردی نشون میده. خراب کردن پاریس باید انریکه رو اخراج میکردیم و مربی به اسم تنهاخ می آوردیم. حالا تنهاخ سرمربی پاریس سن ژرمنه. سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یک ویدیوی جدید و متفاوت از کانال ایمان TNL. امروز اومدیم با خراب کردن پاریس سن ژرمن، تیمی که واقعا رو فرم بود. میبینید که کیو سرمربیش کردیم، اومدیم خرابش کنیم. مثلا بازیکن‌های بنجل بهش اضافه کنیم. این یه ایده جدیده. تیمایی که خیلی خوب و رو فرمن از جمله پاریس، بارسا و لیورپول اینا رو خراب میکنیم و بازیکن‌های بنجل بهشون اضافه میکنیم و بازیکن‌های خوبشون رو میفروشیم، از جمله مربی خوبشون. میبینید که تنهاخو آوردیم به جای لوئیس انریکه، تنهاخ کاربلد. خب بزنید بریم سراغ ویدیو. خب بریم یه سر بزنیم به ترکیب که این ترکیب قراره پر از بازیکن‌های خفن بشه. خب ببینید بچه‌ها، این ویدیو هدفی نداریم، میخوایم ببینیم چه عمل کردی تیممون میگیره. بعدش قراره الان 5 تا بازیکن فروش بذاریم و 5 تا بازیکن بخریم. هی 5 تا فروش بذاریم و 5 تا بخریم. قراره بازیکن‌های بونجل و کینگ رو بخریم. خب میبینید که ترکیب چجوریه. الان بریم لیست فروش رو ببینید. خب بریم لیست فروش، اسکوادمون فروش بزنیم. دوناروما که واقعا قطعا قراره فروش بره و قراره دروازه‌بان خوب به جاش بیاد. جان لویجی دوناروما، نونو مندز که اون هم میذاریم برای فروش. فعلا 2 تا رو گذاشتیم برای فروش، 3 تا دیگه موندن. فعلا به این بازیکن‌های دیگر رو نمیذاریم برای فروش، بازیکن‌های خفن رو میذاریم. اشرف حکیمی رو میذاریم برای فروش. فعلا اشرف حکیمی، نونو مندز و دوناروما. دزیر دوها رو فعلا نمیذاریم. فابیان رویز هم نمیذاریم، میخوام دمبله رو بذارم. ویتینیا رو هم میذاریم برای فروش. ویتینیا الان یه دونه موند کلا که اونم میخوام بدم دمبله بذارم. خب کواردسخلیا، بارکولا، عثمان دمبله. خب دمبله رو گذاشتیم برای فروش. فعلا 5 تا گذاشتیم. ببینیم یه ذره رد کنیم ببینیم چه پیشنهادی میان، بعد میریم 5 تامون رو میخریم و بازم میایم 5 تا دیگر رو میذاریم برای فروش. آقا گفتم قبل اینکه بازیکن‌ها فروش برن یه خرید بمب بکنیم. آندره اونانا، یکی از بهترین دروازه‌بان‌های تاریخ. چه تاریخ؟ نمیدونم. قراره بیاد و به جمع پاریس اضافه شه و همکاری دوباره تنهاخ و اونانا این بار در PSG. اوه کینگ اومد، بهترین دروازه‌بان جهان اونانا اومده که پاریس رو خراب کنه کنار سلطان تنهاخ. خب لرد بزرگ آنتونی دگوت اینجاست، قراره به جمع PSG بپیونده و بله شاگرد دوباره با تنهاخ، دوباره شاگرد تنهاخ شد آنتونی. به به چه زوجی هن تنهاخ و آنتونی، واقعا بنازم. شماره 7 وای بپوش تو فقط لرد بزرگ، چه قابی. آقا ترکیب رو ببینید، سنگینی داره، از ترکیب میپاچه میزنه بیرون. چقدر این ترکیب خفنه. دروازه‌بان کینگ بزرگ اونانا رو گرفتیم که معرفش هم گذاشتم. دفاع وسطا آلاوا و مگوایر. دفاع چپ و راستا آی از رئال گرفتیم دفاع چپ و راستا رو، مندی و واسکز. رئال رو نجات دادیم. یه هافبک گندگان گرفتیم که این چند وقته اصلا خوب نیست، ما هم یه جوری بنجل حسابش کردیم. اوتاویو که واقعا بنجله، گورتسکا هم که بنجله و بله وینگر چپمون آنسو فاتی رو گرفتیم. وینگر راست، وای وینگر راست رو نگم، آنتونی بزرگ رو گرفتیم و برای نوکملم نیکولاس جکسن رو گرفتیم که بهترین مهاجمای دنیا. خب آقا الان همینو میریم برای آخر فصل ببینیم چه عملکی نشون میده تیم. شاید هم هایلایت رفتیم، تیمو نجات دادیم یا خراب کردیم.
من میگم با وجود اینکه آنتونیو گرفتیم نجاتش دادیم. خب آقا همینو بریم آخر پس شاید هایلایت رفتیم. آقا اولین هایلایتمون قرار سوپر جام فرانسه باشه، پاریس موناکو، که فقط هایلایت اتکه. ببینیم این هایلایت رو گفتم برم یه فینال هم هایلایت میرم اگه تو ادامه فصل رسیدیم با این تیم خفن. آقای اریک تن هاگ مربی و تیم والا خفنه. پاس برای جکسون، جلو میبره توپو جکسون، یه سر توپ عالی، یه سر توپ دیگه جکسون محو کرد. نیکولاس جکسون زدن توپشو، 2 تا سر توپ زد محو کرد بازیکن حریفو. چه خط حمله یانسو فاتی، جکسون پاس رو، چه پاس بدی داد. یه حمله حالا برای موناکو پیش اومده، یونان همچنان تو حملمون هستیم. لوکاس واسکز، کینگ بزرگ برای آنتونی، یه کینگ دیگه، او آنتونی باید دست داد. کینگ بزرگ آقای لورد آنتونی که امسال تو به طلا رو آنتونی ببره قشنگ میشه تو همین بازی. پاس جکسون ساندر، موقعیت عالی خراب کرد. کی بود خراب کرد اینو؟ یکی عقبی من موناکو. بله خب یه حمله دیگه، پاس عالی برای جکسون، گل اول. فاتی بود، فکرم جکسونه، فاتی بود، گل اول. آقا بنازم بالاخره گفتم چه پاسی داد. ولی خب 1 دقیقه 80 یه پاس دیدنی دیگه. موقعیت گورتسکا، لئون گورتسکا، پاس رو به بیرون، ایلکای گوندوغان، گل بعدی در دقیقه 80. ایلکای گوندوغان. آقا بنازم کامبک رویایی و بله قهرمان شدیم در سوپر جام. هوادارا خوشحالن. سخت بود ولی بازم خوب بود قهرمانی. آقا بنازم. میبینید نیکولاس جکسون میاد دست میده. بله سوپر جام اونقدر خوشحال نشدن بازیکن‌ها. حالا اگه دقت کرده باشید تو بقیه قهرمانی‌ها حلقه شادی و اینا میگه اینجا نگرفته. آنتونی، فابیان روی، کی قراره جام بالای سر ببره راستی؟ کاپیتان کی؟ اوه کاپیتان لوکاس واسکز اولین جامش با پی اس جی و حالا سر میبره. بله مثلا اومدیم پاریس رو خراب کنیم بعد هایلایت رفتیم قهرمانش کردیم. البته هنوز مونده. کینگ آنتونی به به خوشحالن و واسکز. خب اولین جاممون بود دیگه. ببینیم تو بقیه جامش چطوره دیگه. هایلایت نمیرم، اگه رسیدیم فینالی جایی هایلایت میرم، مثلا فینال جام حذفی جایی رو میبینید خوشحالی رو. خب دیگه بریم ببینیم آخر فصل چی میشه. حالا بله آقا میبینید که پاریس دست از سر لیگ فرانسه، لیگ مکدونالد بر نمیداره و بازم قهرمان شد. مثلا اومدیم خرابش کنیم بعد قهرمان شد. مثلا من واقعا پرام ریخته چجوری با اون تیم بونجل چجوری قهرمان شد. مربی که بونجل‌تر از همه‌شون بود، اریک تن هاگ. حالا ببینیم عملکرد چجوری بوده. ببینیم اول بهترین بازیکن لیگ کی شده؟ سولانکه شده. سولانکه تو تیم ما نیست فکر کنم، اسمش به گوشم خورده. بله برای المپیک مارسیه. ببینیم تیم آف سیزن کیا بودن. اونانا تو تیم آف سیزن بوده. سولر چرا بوده؟ ما که اوتاویا رو گرفتیم. حالا ولش گورتسکا هم بوده، مندی هم بوده. 3 از بازیکنامون 4 تا بازیکنامون بودن. بازم پشمام اونانا چرا باید تو تیم آف سیزن باشه؟ چرا؟ خب آقا بریم یه سرم به چیز بزنیم، به جدول ببینیم با چند اختلاف چند امتیاز چطور ممکنه. خب
اشتباه اومدیم با بریم جدول، بریم تو تقویم. خب اول جام حذفی نگاه بندازیم همینجاست و بله رسیدیم به فینال جام حذفی. ببینیم چه عملکرد داشتیم. از راند 32 شروع میشه. 3-1 اولین بازی رو بردیم، بازی دومم 2-1 بردیم، بازی سومم 2-1 بردیم، نیمه نهایی هم 3-1 بردیم، فینال هم که خوردیم به لیون. اینو من براتون هایلایتشو میرم، گفتم یه هایلایت دیگه هم در راهه. لیگ 1 ببینیم با چه اختلافی اول شدیم. بله 77 امتیاز گرفتیم، 68 شده موناکو امتیازش، دوم شده موناکو، اختلافش با ما 9 امتیاز بوده. خوبه 77 امتیاز گرفتیم، موناکو هم 68 بوده. عملکرد خوبی داشتیم، خدای قهرمان شدیم. واقعا عجیب بود. ما مثلا می‌خواستیم پاریس رو خراب کنیم، دیدیم یه دفعه قوی شد. بریم ببینیم چه خبر از چمپیونز لیگ. اوه فینال بین بارسا رئاله، فینال رئال بارساه. ما نبودیم تو فینال چمپیونز لیگ، منطقی بود. خب 16 هم شدیم، خوب بوده، بد نبوده. 8 بازی 3 برد 3 مساوی 3 برد 2 باخت، خوب بوده. 12 امتیاز گرفتیم. پلی آف هم حضور داشتیم دیگه 100%. بله 1-0 کلوب بروژه رو بردیم، در مجموع 3-0. راند آف 16 یعنی 1/16 نهایی با بایرن بازی داشتیم، در مجموع 4-4 شده، رفته پنالتی 6-5 بردیم. 1/8 نهایی هم 1/4 نهایی ببخشید خوردیم و من سیتی 3-1 باختیم متاسفانه، در مجموع 4-2. و نیمه نهایی هم بین رئال میلان بوده و اونورم سیتی بارسا و فینال هم رئال بارسا که خیلی قشنگه. فکر کنم اولین بار میبینم که رئال بارسا تو فینال چمپیونز لیگ دارن بازی میکنن. خب الان قبل اینکه هایلایت رو بریم یه سر به عملکرد بازیکن‌ها بزنیم، ببینیم چی کاره بودن بازیکن‌ها، کی بیشتر کاری کرد که ما قهرمان شیم، کی بیشتر تو قهرمانیمون کمک کرد. اسکواد اونانا 56 بازی 13 کلینشیت 2 پاس گل داده. اونانا واقعا خوب عمل کردش، منطقی بوده تو تیم سیزن باشه، تیم فصل. مندی 55 بازی 3 گل 1 پاس گل، آقا منطقی نیست. مندی هم انقدر خفن بوده. آلابا 37 بازی 1 گل 4 پاس گل. وا مگایر 14 بازی کرده 0 گل 0 پاس گل. اصلا مگایر خوب نبوده، منطقی دیگه. ما می‌خوایم تیمو خراب کنیم، بعدا اگه جام حذفی ببریم سگانه داخلی میبریم. خب واسکز 48 بازی 3 گل 3 پاس گل، واقعا باورم نمیشه. قطعش هم اومده پایین. واسکز زیر 2 هم نگه داشتیم نرفته، 7 بازی کرده 1 گل زده 1 پاس گل داده، خوب بوده. گوندوغان هم عالی بوده، 46 بازی 9 گل 2 پاس گل. گورتسکا 55 بازی 18 گل 14 پاس گل. اصلا ما اومدیم تیمو خراب کنیم، بدتر تیم اوکی شد. حالا حمله اوتاویو 43 بازی 3 گل 3 پاس گل. خب آنسو فاتی 2 بازی 1 گل، کلا 2 بازی کرده فاتی. وا آنتونی 56 بازی 8 گل 4 پاس گل، بد نبوده. بارکولا رو بازی داده، فکر کنم بارکولا رو بازی داده، فاتی رو بازی نداده. 43 بازی 11 گل 7 پاس گل. گونزالو راموس هم بازی داده مثل اینکه. جکسون 34 بازی 10 گل 3 پاس گل. گونزالو 49 بازی 18 گل 2 پاس گل. خب آقا اینم از عملکرد بازیکن‌ها. جکسون پیشرفت کرده بود. حالا بریم هایلایت بازی. آقا همونطور که قول دادم اومدیم یه هایلایت بریم، مثلا اومدیم پاریس رو خراب کنیم، بدتر داریم یه جام دیگه اضافه میکنیم که یه سگانه داخلی و اریک تن هاگ بگیره تو لیگ فرانسه. ما می‌خواستیم کار کنیم لیگ فرانسه هم نبره. پاریس کلا وابسته است به لیگ فرانسه، نمیتونه زندگی کنه بدون فرانسه. یه پاس رو به جلو، بارکلو فکر کنم آفساید بود، نبود آفساید. خلاصه جکسون سلطان گلش کن، سلطان خاک پاتم نیکولاس جکسون. بنازم سلطان گلش کرد اولین موقعیتو. آقا بنازم اولین موقعیتو سلطان گل زد. هنو با کینگ آنتونی گل نزدیم، امیدوارم با کینگ هم یه دونه بزنیم.
لرد بزرگ همینجوریش به ما ثابت شده است. موقعیت خوب بازم پیش اومده. یه پاس جکسون بلوکه میشه توپ بهش. خب ضد حمله میره شکل بگیره دوباره به همون شکل، تقریبا همون شکلی که گل زدیم. ببینیم چی میشه. همون شکل پاس عالی. آنسو فاتی آفساید نیست. جکسون لعنت به شوت زد. ای بابا یکی جلوی مب نداره. گوندگان پشت کورنر رو کوتاه کار میکنیم. بله کی اومد؟ فاتی پاس یا موقعیت رو هوا رو زد اوتاویو. یکی کمچنان جلویم. یه ضد حمله دیگه میره شکل بگیره برای ما. ویتینیا پاسش جکسون و لورد. میتونیم با آنتونی گل بزنیم. گفتم با لورد گل بزنیم. لورد بزرگ آنتونی 2-0 کینگ گل زد. کینگ بزرگ جهان هم به جهانیان نشون بدید که کینگ شیر و بله قهرمان جام حذفی شدیم. آقا بنازم اومدیم پاریس رو خراب کنیم، سگانه گرفتیم و بله گلزنا رو ببینید جکسون و آنتونی. اصلا آدم این دوتا رو میبینه خوشحال میشه بدتر. بله مگوئر، اینم جکسون و آنسو فاتی و دانیل پریرا، اوتاویو گوندوگان اومدم پاریس رو بدبخت کنن، بدتر خوشبخت شد پاریس. سگانه داخلی چمپیونز لیگ هم عملکردش بد نبود. اریک تن هاگ خوشحال‌تر از دیروز. بله آقا جام حذفی هم گرفتیم. جام بالای سر ببره دیگه. ببینیم راستی چی شد. بازی رئال بارسا چی شد. خیلی کنجکاومونم بهتون نشون بدم، خودم ببینم. و بله یکی از بازیکن‌ها باید جام بالای سر ببره. اسم این یارو رو نمیدونم. مهم اینه که آنتونی و جکسون بزنن و بله قهرمان شدیم. خیلی عجیبه که اومدیم پاریس رو بدبخت کنیم، بدتر نجاتش دادیم. نمیدونم چه نجاتش هم نه، حالا لیگ قهرمانان باز حذف شدیم. حالا یه سر بزنیم رئال بارسا چی شد بازیشون. خب اینا قهرمان شدیم آقا، تبریک. این رئال بارسا چند شد بازیش. خب یه سر به رئال بارسا بزنم. این چند شد. وا باز من اومدم تو تقویم اشتباهی. خب اینجا 3 تا جام بردیم، سگانه داخلی. البته رئال بارسا هنوز بازی نکردن. بذارید زد بزنیم جلو ببینیم چند شد. کی قهرمان شد آخر. خیلی این کنجکاوم کرد. حالا آلابا رو کنار جام میبینید. کینگ بزرگ. بایرن هم تیم زنان بایرن هم قهرمان آلمان شده. 31 بازی داشتن. تا 31 می باید بره. خب ببینیم چند شده بازیشون. نشون میده اینجا. بذارید بریم همینجا ببینیم. 31 می بازی داشتن. چند شده و بله رئال دوش برد و 16مین لیگ قهرمانانش هم گرفته. خب آقا اینم بود از این ویدیو. امیدوارم لذت برده باشید که خواستیم پاریس رو خرابش کنیم، بدتر نجاتش دادیم. اونم لذت برده باشید. فعلا خداحافظ.